چرا بعد از چند دقیقه مطالعه حواست پرت میشه؟ این اتفاق کاملا طبیعیه، چون مغز ما برای تمرکز طولانی مدت طراحی نشده و بیشتر به دنبال پاداش‌های کوتاه و فوریه. هر بار که شروع به مطالعه میکنی، بعد از مدتی مغزت حوصله‌اش سر میره و سعی میکنه از طریق فعال کردن یک خاطره یا چک کردن گوشی یا هر چیز لذت بخش دیگه‌ای کمی دوپامین به دست بیاره. اما راهکار چیه؟ برای اینکه بهتر مطالعه کنی و اطلاعات رو بهتر حفظ کنی، میتونی از تکنیک پومودورو استفاده کنی. تکنیک پومودورو میگه هر 15 الی 20 دقیقه یه استراحت کوتاه 2 تا 5 دقیقه‌ای داشته باش. با این روش خودت فرصتی که مغزت میخواد رو بهش میدی و مغزت دیگه موقع مطالعه دنبال راه فرار نمیگرده. این پست رو بفرست برای اون دوستت که اهل مطالعه است. امیدوارم به بهترین ها برسید، چرا که لایق بهترین ها هستید.